Ödü partisan, ödü gurbette. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ödü gurbette. دوستان رفقا، امروز ما اینجا جمع شدیم تا در هفتمین روز کشتار 5 جوان ایرانی که به دست رژیم جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی حلق‌آویز شدن صدای دادخواهی و فریادشونه تا اونجایی که میتونیم به گوش جهانیان برسونیم. امیدوارم که بتونیم هر چقدر رساتر و هر روز آکسیون ها و اعتراض خودمون رو ادامه بدیم. مکانهای رژیم، سفارتخانه های رژیم را در اینجا به طور کلی ناامن کنیم، فشار بیاوریم تا جلوی اعدام ها گرفته بشه و زندانیان سیاسی دسته دسته به جوخه مرگ سپرده نشن. کردستان یک پارچه نشون داد که ترسی در کار نیست. ترس مردم از رژیم ریخته. این رژیمه که امروز داره میترسه، این رژیمه که وحشت کرده. امروز درسته مردم زندگی میخوان، هیچ کس خواستار مرگ و نیستی و نابودی نیست، اما این بی بازگشت، این زندگی که انقدر شیرینه، انقدر زیباست که از برایش از جان میتوان گذشت. انقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. فرزاد ما نمرده است، این رژیم است که مرده است. کمانگر کمانگر راحت ادامه دارد. کمانگر کمانگر راحت ادامه دارد. جمهوری اسلامی عمرت به سر رسیده. کارگر کارگر اتحاد اعتصاب، کارگر کارگر اتحاد اعتصاب، کارگر کارگر اتحاد اعتصاب. مرگ بر جمهوری اسلامی. درود به شما و تمامی مبارزین راه آزادی. نداها سهرابها را در خیابانها با گلوله از پا درآوردند. کرانه را در زندان مورد تجاوز قرار دادند. شیرینها، فرزادها، فرهادها، علیها، مهدیها را در زندان به دار آویختند. به چه جرمی؟ به جرم زن بودن؟ به جرم کرد بودن؟ هیچ کدام، بلکه به جرم اعتراض، به جرم مخالفت با تبعیضها و ناعدالتیها، به جرم تن ندادن به خواسته های رژیم ضد بشری و تسلیم نشدن، به جرم خواستن آزادی فقط. جمهوری اسلامی زمانی که در ضعف و استحصال قرار میگیرد دست به سرکوب و کشتار میزند. زمانی که خبر اعدام چند نفر دیگر را شنیدیم غمگین ولی خشمگین‌تر شدیم. خشم و نفرت بیشتر از نظام سرکوب و کشتار. این اولین باری نیست که رژیم جمهوری جنایتکار دست به این جنایت میزند. جمهوری اسلامی از همان ابتدا با سرکوب زنان و کشتار زندانیان سیاسی اقلیت‌های مذهبی و قومی آغاز کرد و همچنان ادامه می‌دهد. تا این نظام روی کار است، پاشنه بر همین پاشنه می‌چرخد. هر ستاره ای را که خاموش کردند، به جای آن هزاران ستاره درخشید. هزاران قربانی راه آزادی با مرگشان بار دیگر متولد شدند. ما عزاداری نخواهیم کرد، ما سازماندهی خواهیم کرد برای ادامه راه و مبارزه آنان، برای به دست آوردن آزادی. این مبارزه ادامه خواهد داشت. درود بیکران بر مردم مبارز کرد و تمامی مبارزان راه آزادی. اتحاد مبارزه پیروزی. اتحاد مبارزه پیروزی. اتحاد مبارزه
هدف از اکسیون امروز چی بود؟ شب به عنوان هفتمین روز کشتار 5 نفر از جوانان ایران فرزند کمانگر و یارانش که خیلی ناجوان مردانه و بدون حتی طی کردن سلسله مراتب قضایی خود رژیم حلق آویز شدند. امروز ما به این خاطر اینجا جمع شدیم که یاد اینها رو گرامی بداریم و تنفر و انزجار خودمون از جمهوری اسلامی اعلام کنیم و به طور قطعی بخواهیم که اعدام‌ها در ایران متوقف بشه و زندانیان سیاسی آزاد بشن. شما فکر میکنید تا جمهوری اسلامی هست اعدام‌ها متوقف میشن؟ نه، جمهوری اسلامی با کشتار و اعدام و خونریزی داره به حکومت خودش ادامه میده و بی تردید تا روزی هم که سر کار باشه این کار رو انجام میده. منتها ما با مبارزات خودمون، با تلاش خودمون در داخل و خارج کشور فکر میکنم میتونیم جلوی این کار رو بگیریم با قدرت ما، با مبارزات ما، نه اینکه جمهوری اسلامی داوطلبانه خودش این کار بکنه. نه. شما فکر میکنید حرکات شما بر مبارزات داخل کشور تأثیری هم داره؟ من فکر کنم مبارزات همه انسان‌ها در رابطه با هم تأثیر داره. مبارزه علیه ظلم ستم یک مبارزه جهانیه و اینها بی تردید روی همدیگه تأثیر دارن و ما تنها ابعاد مبارزه رو نباید بین داخل کشور و خارج کشور از ایران ارزیابی بکنیم. این مبارزه جهانیه. به طور مشخص حتما خیلی خبر دارن در اعتراض به کشتار این 5 نفر در کشورهای مختلف هم تظاهرات شده، تظاهرات خیلی خوبی هم شده، در افغانستان، در ترکیه. در افغانستان که این رژیم این همه سرمایه گذاری کرده، در ترکیه هم همینطور، بین جریانات فناتیک اسلامی خیلی سرمایه گذاری کرده، ولی دیدید که در ترکیه کردهای مبارز راه افتادن تا نقطه صفر مرزی رفتن، در اونجا علیه جمهوری اسلامی شعار دادن و دادخواهی خون فرزاد کمانگر و یارانشون را خواستار شدن. در افغانستان هم همینطور عکس بزرگ خامنه‌ای رو خط قرمز زده بودن، روش باطل کردن و زیرش نوشتن این قاتل فرزندان ایران است. عده‌ای معتقدن که از خارج کشور نمیشه مبارزات داخل کشور رو رهبری کرد و بر اون حتی تأثیر گذاشت. شما نظرتون چیه؟ با بخش اولش من موافقم. مبارزات مردم از خارج کشور نمیشه رهبری کرد یا اینی که بخواد بهشون بگی چیکار کنن. مردم اونجا مبارزات خودشونی میکنن. در یک سال اخیر هم نشون دادن که اتفاقا خیلی دلاورانه و خیلی هم شجاعانه مبارزه میکنن و اصلا نیازی به خارج کشور ندارن. خارج کشور به عنوان وظیفه داره این تظاهرات رو میذاره. من شخصا به عنوان یکی از برگزار کنندگان این اکسیون و خیلی اکسیون‌های دیگر فقط هدفمون تقویت، پشتیبانی و از مبارزات مردم ایران و افشا و رسوا کردن رژیم در سطح بین‌الملل، نه ما قصد رهبری کردن و یا اینی که به مردم ایران بخوام بگیم چیکار بکنید یا چیکار نکنید نیست. مردم ایران به خوبی یک سال نشون دادن که دشمنشون رو خوب شناختن با شعارهایی که میدن: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی. نشون دادن که حسابشون رو با جمهوری اسلامی دارن خیلی روشن و شفاف مشخص میکنن و هیچ توهمی ندارن. متشکرم. حرف آخر شما چیست؟ آخرین که ما از همه ایرانیانی که در خارج کشورن میخوایم هرچه همبسته تر، هرچه متحدتر با حفظ پرنسیپ ها علیه جمهوری اسلامی و در راستای سرنگونیش فعالیت بکنن. متاسفانه بخشی از اپوزیسیون در خارج کشور خواستار بقای نظام هستند. ما با اونا مرزبندی مشخص داریم. به هیچ وجه خواستار بقای جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از جناح‌ها و دسته‌هاش نیستیم. حتی خواستار به قدرت برگشتن اپوزیسیونی که دیروز در قدرت بوده نیستیم، مثل آقای موسوی و آقای کروبی. اینا در قدرت بودن، امتحان خودشون رو پس دادن. ما خواستار نظم جدیدی هستیم. ما خواستار ایرانی آزاد، دموکراتیک، آباد و نفی استثمار انسان از انسان هستیم.